گفت بنچگیر نزد مولای من می رویم و حق پول شما را مولای من می دهد. مسلمان ببینین، وقتی که این خدمتگار همراه این فروشنده به نزد سردار این خدمتگار آمدن، خدمتگار به اسب نظر کرد، گفت به چند می دهی؟ گفت 400 درهم. گفت دوست می داره که من 500 درهم به تو دهم. میگوید این فروشنده حیرت دماندن، گفتن 600 درهم به تو میدهم. گفتن من تعجب میکنم، در عمر خود یاد ندارم که خریدار نرخ را بردارد. گفتن اگر به من اجازت دهی من به تو 800 درهم میدهم و این اسب را از تو خریداری میکنم. قسم به خدا گفتن این اسب تو 400 درهم نه، بلکه در بازار ارزش 800 درهم را دارد و من با پیغمبر خدا عهد بستم که در هیچ معامله نادرست رفتار نمیکنم، عهد شکنی با پیغمبر خدا نمیکنم. ببین چگونه عهد میبستند، چگونه یک غم مسلمان میخوردند. این است برادری. امروز ما و شما حقش هم میزنیم، باز مال ما نقص دارد، نقص مال هم بیان نمیکنیم. نمیگیم که همین مالی ما نقص دارد، بلکه چی میگویم؟ از اون برادران نخر که از اونا عیب دارد، از من بخر. امروز حال بازار به همه ما و شما آشنا هست، لیکن خوش به حال همون برادرانی که انصاف دارند، خوش به حال همون برادرانی که سودای درست میکنن، حق برادرشون نمیخرند. انشاءالله همون کمی که شما میابین همون کم برای شما در روز قیامت فایده آور است، از اونی که تو امروز 100 سامان میابی لیکن فراموش نکن که وای تو آرام نمیخری. اون حق برادر چیزی نیست که ترا آرام گذارد، یا کثافتی وای در خودت میزند، یا در عائلت میزند، یا در فرزندت میزند، یا در مالت میزند. اینش هم فراموش نکن. داملای محترم، در معرکه‌ای که ما را با سبب سطر داشتنمان طعنه کردن و گفتن که مادام سطر میکنید به معرکه ما نآیید، زن سال خورده مرا طعنه کرد. با احترام خواهر ایمانی شما. دوم شخص عرق می نوشد و باز نماز می خواند، حکم وی در شریعت چی است؟ این سوال دومش معلوم است. کسی عرق می نوشد نماز می خواند، یعنی این مسخره کردن بر اسلام است، مسخره کردن بر مسلمان ها هست. بهتر و خوبترش امین است که اون بدبخت نماز نخواند. یعنی بین خداوند در قرآن میگوید قد افلح المؤمنون، به تحقیق نجات یافت. سوره مؤمنون به تحقیق نجات یافت مؤمن ها، همه مؤمن ها نه. کدام مؤمن ها؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کسانی که در نماز خاشع هستند. خاشع را مفسران میگه که نرم دل هست، ترس در وجودش هست. انا همان مؤمن ها در نزد خدا نجات یافتگی هستند. وقتی وای عرق می نوشد کجا دل وای نرم هست؟ وقتی وای عرق می نوشد کجا دل وای ترسان به سوی خداست؟ اگر وای از خدا می ترسید وای عرق نمی نوشید، زیرا خدا امر میکند شما عرق ننوشین. و این خواهری که از ما التماس کردند که در معرکه‌ای که با سطر می رویم برای ما زنهای سال خورده میگویند که در معرکه ما اشتراک نکنیم مادامی که شما سطر دارید. من این سوال بار جواب گفته بودم، خیلی جمعه پیش بود، لیکن باز میگویم که کلان سالی ندارد اعتباری، کلان عقلی بود مقبول باری. عطای فضل حق عقل است توفیق، به فرمان خداوندی موافق. کلانی خواهی رو معنی طلب کن، نه اینکه دل بریش و موی لب کن. که روح در ازل قالو بلا گفت، تنت در بستری شیطان چرا خفت. این مولوی میگه ای کمپیر بدبخت،